جناب محمودی، عملکرد مجموعه آهن 1 2 3 در سال 1403 رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟ ببینید سال 403 با توجه به مشکلات زیاد اقتصادی که همه ما در جریانشون داشت، خوشبختانه ما هم رشد داشتیم. تو بحث فروش نقدیمون رشد 3 برابری داشتیم. تو بخش ارسیمون هم تقریبا میشه گفتش که رشد بیش از 10 برابری داشتیم. چالش‌های خیلی خیلی زیادی داشتیم، یعنی سال 403 هر روزش واسه ما چالش بود. خودمون هم چالش تولید می‌کردیم، همون چالش رو حل می‌کردیم. روزای سختی رو گذروندیم، تعداد نیروها خیلی بیشتر شد، سختیات یه روزایی واقعا نمیدونم چه جمله‌ای براش پیدا کنم، خیلی طاقت فرسا بود. ولی خب کلا ما اومدیم که کار بکنیم، رشد بدیم این بیزینسی که داریم، این کسب و کاری که داریم. ما برای سال 404 هم برنامه‌های زیادی داریم. ما یه برنامه برای هلدینگ شدن ریختیم که استارت‌های اولیه‌اش خورده. 2 تا از شرکت‌های جدیدمون رو ثبت کردیم که در سال 404 انشالله خیلی ازش بیشتر استفاده می‌کنیم. تو بخش تولید اواخر سال 404 قراره ورود بکنیم تا ببینیم خدا چی می‌خواد. ان شاءالله موفق سلامت باشید. باشید.